الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على إمام الموحدين الذي بعث بالسيف رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادران عزیز و خواهران بزرگوار، بارک الله فیکم. بإذن الله سبحانه و تعالی این حلقه 71 از آموزش توحید است و ان شاء الله سبحانه و تعالی در این حلقه یک چند مسائلی که تعلق به کلمه اله دارد به شما بیان خواهیم کرد. نمودهای اله اولین موضوعی که باید بیان کرده شود. آیا اله نمودها دارد؟ بله، همون الهی که ما گفتیم، یعنی معبود، به دو قسم تقسیم می شود: الهی حق و الهی باطل. یعنی معبود حق و معبود باطل، یعنی یک ذاتی که بر حق عبادت کرده می شود، یک ذاتی که وقتی که او را عبادت میکنید شما نجات مییابید، زیرا که شما عمل حق را کرده ایستید، به ذات حق انجام داده ایستید. این الله است سبحانه و تعالی. اما یک اله دیگری هست که او باطل است و هر کسی که به او عبادت میکند جهنمی است. اگر توبه نکرده، اگر به اسلام و توحید نآمده بمیرد، ابدالابد در جهنم است. الله سبحانه و تعالی از او بیزار است، از عمل شرکیش بیزار است و او را نمی بخشد. اله باطل زیاد است، اله حق یکتاست. اله حق یگانه است، وحده لا شریک له. اله حق این الله است. الله احد، قل هو الله احد. بگو ای محمد صلی الله علیه وسلم، الله یکتاست. الله این معبود حق، این اله حق که باید عبادت کرده شود و عبادت این الله حق است. این الله حق است، این معبود حق است که باید عبادت کرده شود. این الله و این معبود و این اله یکتاست، تنهاست، شریک ندارد. هیچ کسی ندارد که بغیر از الله با کسی دیگر عبادت کرده شود. این تنها است، بی نیاز است، از کسی تولد نشده و از کسی زاییده نشده است و کسی را هم تولد نکرده و نزاییده، فرزند ندارد، پدر و مادر و خویش و اقربای ندارد. تنها است، تنها است، تنها است، یکتا است و بزرگ و عظیم است و به عبادت کسی محتاج نیست. انا من اله حق، انا من معبود حق، انا من الله است. پس اله اول اله حق الله است که تنها است، یکتا است، که باید تمام مؤمنین و موحدین، تمام انسان‌هایی که در روی این دنیا هستند، حتی جن‌ها نیز با همراهی انسان‌ها همین الله را باید عبادت کنند. اما بسیاری ها سرکشی میکنند، خودشان را یهود و نصارا، خودشان را بودیست و مشرک کردند و مشرکند و همیشه گناه بزرگی را انجام میدهند که گناه بزرگترین این شرک است. و اما الحمدلله که قسمی از انسان‌ها الله را شناختند و حق عبادت را به الله انجام میدهند و عبادتشان را به این اله حق، به این معبود حق، به الله سبحانه و تعالی انجام میدهند. این اهل توحیدند، این اهل توحیدند. اینها امتان محمد صلی الله علیه و سلم هستند و اینها در دین اسلام هستند. انا من ما و شما هستیم. امروز ما و شما از جمله اهل توحید، موحدین که همه عبادت‌های خود را به الله سبحانه و تعالی انجام میدهیم و به الله پناه میبریم و از الله طلب کمک میکنیم و بالعموم الله حق، اله حق، معبود حق را عبادت میکنیم. به این چی دلالت میکند؟ اله حق ما گفتیم این الله است عز و جل. انا من معبود یگانه است، معبودی به حق است، معبود یگانه که حق به حق. الله سبحانه و تعالی در سوره آل عمران آیه 62 میگوید و ما من اله الا الله، و یگان اله معبود وجود ندارد بجز الله. پس تمام چیزهایی که امروز در این دنیا انسانها بجز الله یا بغیر الله یا با همراهی الله عبادت میکنند، همه اشیاء باطل است.
اینها اله نیست. اینها را اله گوییم هم الهی باطل است. این اله حق است، الله است. این آشکار و واضح سخن کلام خود الله است که خودش گفته است در سوره آل عمران آیه 62. و اینچنین در سوره لقمان آیه 3 الله میگوید، آیه 30: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. همچنین هرائنه همانا که الله این حق است، الله این حق است و همه آن چیزهایی که بجز الله بغیر الله شما عبادت میکنید و دعا میکنید باطل است. پس الله در اینجا فهمانیده شده است که معبود حق، اله حق این الله است و همه آن چیزهایی که خواه انسان باشد، خواه شیخ باشد، خواه رسول باشد، خواه انبیا، خواه ملائکه، خواه سنگ و درخت و مزار، خواه حیوان، خواه چیزی نباشد که شما ای انسان ها میپرستید یا جن ها میپرستید بجز الله، بغیر الله میپرستید، همه اش باطل است، همه اش هیچ اله نیست و باطل است. بارک الله فیکم. و اینچنین الله سبحانه و تعالی در سوره النساء آیه 171 بیان میکند و میگوید: انما الله اله واحد سبحانه. هرائنه همانا که الله این اله و معبود یکتاست، یگانه است، سبحانه و او پاک است. پس اله حقی است، الله است. معبود حقی است، الله است. و الله پاک است. پاک از چی؟ پاک از این شرک هایی که انسان ها و جن ها انجام میدهند. پاک از این همه نقص و همه کمبودی که انسان ها با الله انجام میدهند. از این همه شرکیات، از این همه اله های باطلی که انسان ها میپرستند، الله پاک است. الله یکتا است. در سوره نساء آیه 171 الله بیان میکند این آیاتی که به شما بیان کردیم. و اینچنین در سوره مائده آیه 73 الله بیان میکند و میگوید: و ما من اله الا اله واحد. یگان اله نیست مگرم بجز الهی یکتا و تنها. پس الهی نیست. همه این الهایی که، همه این معبودهایی که بجز الله هست، همه اش باطل است، همه اش فاسد است و مفسد است، همه اش ناحق است و باطل است و یگانه اله حق این الله است. و ما من اله الا الله. یگان اله نیست بجز اله یکتا که الله است. این یک چند آیاتی که حالا به شما بیان کردیم، 4 آیات: سوره آل عمران آیه 62، سوره لقمان آیه 30، سوره نساء آیه 171، سوره مائده 73 انا من معنای لا اله الا الله است. معنای لا اله الا الله عیناً انا من آیات است. انا من حقیقت معنای کلمه توحید لا اله الا الله است. لا اله الا الله چی؟ یعنی نیست معبود بحق برحق بجز الله. ببینید در اینجا نفی شده است. لا نفی، لا اله، تمام اله ها نفی شده و یک اله حق اثبات شده است، الا الله. رکن توحید این نفی و اثبات است. انکار کردن، نفی یعنی انکار کردن، کفر ورزیدن و اثبات کردن الله، ایمان آوردن به الله، یگانه پرست شدن الله، یعنی یگانه پرستیدن الله. پس لا اله الا الله تمام الهایی که در این دنیا انسان ها و جن ها به خود گرفتند، الههای باطل را انکار میکند و اله حق را که الله است اثبات میکند. نفی و اثبات. در اینجا نفی میکند، لا اله نفی میکند تمام عبادت هایی که بجز الله انجام داده میشود، همیشه انکار میکند. یعنی همه عبادت هایی که بغیر الله انجام داده میشود، این عبادت ها عبادت نیست، این عبادت ها باطل است، این عبادت ها قبول نیست و این عبادت ها به صاحبش هیچ فایده نمیبخشد. و این چنین لا اله انکار میکند همه اله ها، یا که بگیم همه معبود هایی که در این دنیا انسان ها به خود گرفتند، معبود های باطل، از درخت و از سنگ و از مزار و از مقبره و از قبر و از انسان ها و از این و آن، که همه اینها را لا اله انکار میکند و بیان میکند که اله حق تنها الله است و باید
عبادت همه اش به کی انجام داده شود؟ به الله انجام داده شود. زمانی که همه عبادت به الله انجام داده شد، پس همون وقت این عبادت از خودش ثمره میدهد، میوه میدهد. میوه این عبادت نجات است، میوه این عبادت جنت است، میوه این عبادت رضاگی الله است سبحانه و تعالی. پس اله حق، الهی که مستحق عبادت است، الهی که باید به او تمام عبادت را انجام داده شود، این صفت یگانه الله است. اله حق این صفت است که بجز الله به کسی داده نمیشد، چرا که تنها الله یگانه مستحق عبادت است. بارک الله فیکم. در اینجا نفی در کلمه لا اله الا الله، در کلمه لا اله نفی بالکل معبود نرفته شده است، نفی معبود باطل رفته شده است. یعنی تمام الههای باطل را لا اله انکار کرده است و الا الله اثبات کرده شده است، همون اله و همون معبود حقی که مستحق عبادت است. پس بارک الله فیکم، هر کسی که عبادت را بغیر الله انجام میدهد عبادتش باطل است و هر معبودی که بجز الله امروز انسان ها میگرد این مستحق عبادت نیست، زیرا که الله سبحانه و تعالی همه این را انکار کرده است و تمام الوهیت، تمام استحقاق الوهیت از الله سبحانه و تعالی است. اما همون کلمه اله در غیر الله هم چخیلی که گفتیم در الههای باطل هم وجود دارد. چخیلی که الله در قرآن عظیم الشأن بت‌ها را، صنم‌ها را، اصنام را اله گفته است. چخیلی که الله میگه اصناما آلهه، بت‌های را به خودشان آلهه گرفتن، یعنی چی؟ معبود گرفتن، یعنی بعضی ها بت پرست شدند. و این چنین الله در قرآن بیان میکند که بعضی انسان ها هوای و هوس خودش را اله گرفته است. اتخذ الهه هواه، بعضی از انسان ها اله خودش را، نفس خودش را اله گرفته است یا اله خودش را نفسش قرار داده است. پس در اینجا الله سبحانه و تعالی خبر داده شده است که عبادت به معبودهای باطل وجود دارد، معبودهای باطل، الههای باطل وجود دارد، اما این همه جایز نیست، شرک است. بارک الله فیکم. پس این یکمین است که الهی ما گفتیم حق، الهی حق الله است. و دومین اله چی است؟ الهی باطل است. الهی باطل است، الهی ظالم است. الهی باطل چگونه اله است؟ همه آن چیزهایی که انسان یا جن بغیر الله عبادت میکنند، از این معبودهایی که امروز موجود است و الههای باطلی که امروز موجود است که نباید اونها را عبادت کرده شود، اما مردم اونها را اله به خودش گرفته است. مثلا بعضی ها ملائکه، چه خیلی گفتیم، بعضی ها انبیا، بعضی ها اولیا، بعضی ها مرده ها را، بعضی ها انسان های زنده را عبادت میکنند، به مانند پادشاه را اطاعت از پادشاه میکنند، اینو آن چنان میکنند که پادشاه را عبادت میکنند. رؤسا را، علما را، بعضی ها علما را عبادت میکنند، به خودشون رب گرفتند. بعضی ها جن ها را عبادت میکنند، بعضی ها آفتاب را عبادت میکنند، بعضی ها ماهتاب را عبادت میکنند، بعضی ها بگویم ستاره ها را، آتش را، آتش پرستان آتش را عبادت میکنند. بعضی ها حیوانات را عبادت میکنند، به مانند گاو، به مانند خر، به مانند گرگ، به مانند شیر و پلنگ که امروز در هندوستان وجود دارد. بعضی ها شتر را عبادت میکنند، بعضی ها اسب را عبادت میکنند، بعضی ها مور را عبادت میکنند، بعضی ها یکی از پرنده ها را به خودشون گرفتند، بعضی ها هیکل میتراشند و هیکل را عبادت میکنند، بعضی ها نفس خودشون را عبادت میکنند، بعضی ها درخت ها را عبادت میکنند، بعضی ها درخت خرما را، خاص درخت خرما را عبادت میکنند، بعضی ها سنگ را عبادت میکنند، بعضی ها صورت ها را عبادت میکنند به مانند صوفی ها، بعضی ها فرج حیوان را، آلت و اسباب حیوان را عبادت میکنند والعیاذ بالله، و بعضی ها دنیا را عبادت میکنند و بعضی ها نفس ها را عبادت میکنند. همه این چیزهایی که ذکر شد اینها الههای باطل، معبودهای باطل است که ما باید بدانیم. بارک الله فیکم. این مسئله اول است. مسئله دوم همین جاست که گذاشتن
نامگذاری به مانند نامگذاری این که اله حق و اله باطل گفتن از کجا به وجود آمده است؟ آیا برای همین نامگذاری دلیل هست؟ ما از کجا گفتیم که اله حق و اله باطل وجود دارد؟ دلیل از کجا است؟ بله، به این نامگذاری، نام این که اله حق و به نام این که اله باطل، معبود حق و معبود باطل گفتن، دلیل وجود دارد. سوره لقمان آیه 30 چلی که پیشتر بیان کردیم، الله سبحانه و تعالی میگوید ذلك بأن الله هو الحق، همانا که الله سبحانه و تعالی حق است، الهی حق است، و ان ما يدعون من دونه الباطل، و هر چیز و همه اون چیزهایی که بجز الله عبادت کرده می شود اله و معبود گرفته می شود چی است؟ باطل است. پس خود این سوره لقمان آیه 30 آشکار و واضح دلالت میکند که نامگذاری کردن به این که اله حق گفتن الله و اله باطل گفتن تمامی این الهایی که غیر از الله سبحانه و تعالی وجود دارد، این درست است، با نص قرآن است. و اینچنین در سوره حج آیه 62 آمده است که الله سبحانه و تعالی میگوید ذلك بأن الله هو الحق و ان ما يدعون من دونه هو الباطل. عیناً مثل همون آیه سوره لقمان آیه 30 عیناً همین است. اینم معنای من است که هر آینه به درستی که همانو که الله این حق است و همانو که هر آن چیزی که بجز الله عبادت کرده شد این باطل است. در سوره شعراء آیه 75 آمده است که افرأیتم ما کنتم تعبدون انتم و آباؤكم الاقدمون فانهم عدو لی الا رب العالمین. پس در این آیات ها الله سبحانه و تعالی الهایی که بغیر خودش هست، یعنی همون الهایی که مردم اونها را به خودش اله گرفته عبادت میکرد، همه اش را باطل گفته است. زیرا که عبادتی که به این چیزها انجام داده شده است ناحق انجام داده شده است، یعنی ناحق انجام داده شده است. بدون حق گفتن یعنی ناحق انجام دادن معناش این است که یعنی این چیزهایی که انسان‌ها بجز الله عبادت میکنند و میپرستند مستحق عبادت نیستند. الله اجازت نداده است که غیر از خودش دیگر چیز را عبادت بکنید، اما انسان‌ها خودشان از پیش خودشان ساختند و البته این باطل است. باید ترک کرده شود، باید غیر الله ترک کرده شود. انمین است توحید، عبادت کرده شود تنها اللهی که خالق است، اللهی که نفع میرساند، فایده میرساند، اللهی که ضرر میرساند، اللهی که تنها خودش بلا را از شر شما دور کرده میتواند و بلا را به سر شما آورده میتواند، تنها و تنها خودش. غیر از این الله هیچ کسی این کارو کرده نمیتواند. بارک الله فیکم. پس انمین است معنای لا اله الا الله و انمین است طلبات الله که ما باید یگانه اله حق الله سبحانه و تعالی را عبادت بکنیم. پس باری دیگر برای مفهوم شدن معنای اله سخن علما را ذکر میکنیم که علما گفتن، در حلقه پیشتر گفتیم اله این معبود است. ابن عباس رضی الله عنهما میگن که الله ذو الالوهیه والعبودیه على خلقه اجمعین، الله صاحب الوهیت و عبودیت به همه خلقش اجمعین است، به همه خلقش است. ابن جریر طبری در تفسیرشون روایت میکنه و ابو المنصور الازهری در تهذیب اللغه ذکر میکنه و اینچنین خود امام الطبری ذکر میکنه، میگن که فالاله هو المعبود و هو الله سبحانه. اله این معبود است و این الله است و پاک است همین الله، و همون اله به وزن فعال است، به معنای مفعول، به مانند کتاب به معنای مکتوب. پس معنای اله چی شد؟ چلی که ابن عباس روایت کردند، امام طبری روایت کردند و غیره. اله همه آن چیزی که پرستیده می شود، یعنی معبود. اله حق این یگانه الله هست که باید عبادت کرده شود و پرستیده شود. باید بدانیم برادران و خواهران عزیز که همین کلمه الوهیت در توحید الوهیت، ما وقتی که میگیم که توحید الالوهیه، همین کلمه الوهیه از اله گرفته شده، معنیش عبودیت است، عبادت است، عبودیت است
و یک چند نام دیگر رو گفتیم. همین الوهیت صفت از صفات‌های ربوبیت است. پس الوهیت این صفتی که شد؟ صفت الله شد. ما وقتی که گفتیم که توحید الربوبیه، یگانه دانستن الله در ربوبیت این صفتی که است؟ صفتی الله است. یکی از بزرگترین صفات‌های الله این ربوبیت است، الربوبیه. و الوهیت هم الالوهیه یکی از بزرگترین صفت الله است و از صفات‌های ربوبیت الله است. برای همین علما میگویند که الوهیت این صفت از صفات‌های الله سبحانه و تعالی است که حق است، یعنی حق از حقوق الله است در بالای بندگانش. و همین الله مستحق عبادت است. مستحق بودن الله به عبادت این یکی از مفردات ربوبیت است، یعنی یکی از طلبات ربوبیت. توحید ربوبیت از ما چی میخواد؟ یکی از طلبات توحید ربوبیت همین است که وقتی که شما توحید ربوبیت رو قبول کردید، به توحید ربوبیت ایمان آوردید، یکی از طلبات توحید ربوبیت همین است که باید یگانه الله رو عبادت کنید. توحید ربوبیت میطلبد که از شما خواهش میکند که الله را عبادت کن. در توحید ربوبیت شما گفتید که من به الله ایمان آوردم، الله خالق است و مالک است و رازق است و یگانه است. بعد 7 رکن توحید ربوبیت وقتی که ایمان آوردید، همان وقت توحید ربوبیت شما صحیح می شود، همان وقت توحید ربوبیت شما را نجات میدهد که همین الله که به او ایمان آوردید باید یگانه خودش را عبادت بکنید. چخیلی که الله در سوره ذاریات آیه 56 میگوید و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، من جن ها را و انسان ها را خلق نکردم مگرم به خاطر عبادت، به خاطر زندگی کردن در این دنیا، به خاطر کیف و صفا، به خاطر لذت، به خاطر تجارت، به خاطر خانه سازی و درسازی نه، به خاطر عبادت. پس هر کسی که در این دنیا یگانه الله را عبادت میکند، مؤمن است و موحد است، شرک را ترک کرده و عبادت الله را انجام میدهد، دانید که این موحد است، دانید که این مقصد حیات را فهمیده و الله سبحانه و تعالی از این بنده اش راضی خواهد شد و این بنده اش را به جنت خواهد برد. اما کسی که در این دنیا بیاید الله را عبادت نکند، اطاعت الله را نکند، مؤمن و مسلمان نشود، یا که اصلا بارک الله فیکم غیر الله را عبادت کند، یا که غیر الله را عبادت کند، یا به همراهی الله یک چیز دیگری را عبادت کند، این مشرک است. الله سبحانه و تعالی از این راضی نمیشود. عاقبت این انسان اگر توبه نکرده بمیرد، با شرکش بمیرد، جهنم است و در جهنم ابدالابد میمیرد، در جهنم ابدالابد باقی میماند و نجات نمییابد. چخیلی که الله سبحانه و تعالی در سوره نساء میگوید ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلك لمن یشاء، الله نمیبخشد همون کسانی را که در حالت شرک وفات کرده اند و به الله شرک را قرار دادند و غیر از شرک دیگر گناهایی که است به کسی خواهد میبخشد. بارک الله فیکم. در سوره لقمان آیه 11 الله میگه هذا خلق الله فارونی ماذا خلق الذين من دونه، این خلق الله است. همه آن چیزهایی که شما امروز میبینید از این زمین و آسمان، از این همه حیوانات ها، از این آب و از این درخت و از این روی زمین و از این آسمان ها که ستاره و ماهتاب و آفتاب دارد، از این خودتان انسان ها که خودتان را ببینید، این همه خلق الله است، این همه را الله خلق کرده است. الله میگوید که بیایید به من نشان بدهید که غیر از الله چی چیز را خلق کرده است. آیا غیر از الله در این دنیا کسی یگان چیزی را خلق کرده است؟ نه، هیچ کسی چیزی را خلق نکرده است. الله در آیه دیگری میگه لا یخلق ذبابا، حتی یک پشه را خلق نکرده است. چخیلی که در سوره فاطر آیه 40 میگه الذين تدعون من دون الله اروني ماذا خلقوا من الارض ام لهم شرك في السماوات واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. بجز الله یک اله را گرفتند که یک چیزی را خلق نکرده اند و آنها خودشان خلق شدند. پس الوهیت این در برگیرنده ربوبیت است. الوهیت در برگیرنده ربوبیت است و لازم شمارنده او است. و این چنین ربوبیت یکی از در برگیرنده های الوهیت است و ربوبیت هم لازم شمارد که الوهیت باشد. بارک الله فیکم. پس در اینجا باید بدانید که معبود همون چیزی که
همون ذاتی که عبادت کرده می شود، معبود پرستیده می شود، باید چی باشد؟ باید رب باشد. رب، ما گفتیم معنای رب چی است؟ ملک، خلق، تدبیر. و خود معنای رب، الرب ملکیت، ملک، سید المطاع و المصلح. هر چیزی که عبادت کرده می شود باید رب باشد، خالق باشد، مالک باشد، منفعت بخشنده و ضرر رساننده. ربی که خالق است و مالک است باید عبادت کرده شد. پس کی است خالق من شما؟ کی است مالک من شما؟ من شما رو که خلق کرده، این زمین و آسمان رو که خلق کرده الله. پس باید همین الله عبادت کرده شد. برای همین الله میگوید که ای مردم، من همه این چیزهایی که شما میبینید خلق کردم. غیر از من هیچ کسی هیچ چیزی رو خلق نکرده است. به من نشون بدید که غیر از من کی چیزی خلق کرد. هیچ کسی چیزی خلق نکرد. پس اگر همین الله همه چیز رو خلق کرده باشد، باید همین الله عبادت کرده شود. بارک الله فیکم و حیاکم الله بیاکم. با همین این حلقه به پایان میرسد و باذن الله سبحانه و تعالی در حلقه آینده به شما خصوصیت های اله را بیان میکنیم. یعنی یک چیزی رو یا یک ذات رو وقتی که ما گفتیم که این اله هست، البته که الله سبحانه و تعالی اله هست، چه خصوصیت اله، چه خصوصیت باید داشته باشد؟ اله چه خصوصیت داشته باشد که همین خصوصیت ها تنها در الله هست، در غیر الله نیست؟ وقتی که انسان خصوصیت های اله را میفهمد، خصوصیت های اله حق را میفهمد، بعد از این میفهمد که اله حق این الله هست و غیر از الله دیگر الهایی که امروز مردم عبادت میکنند این همه باطل است. بارک الله فیکم. و این البته در حلقه آینده است. از الله سبحانه و تعالی دعا میکنیم و طلب مینموییم که این درس های مبارک ما را الله سبحانه و تعالی درس های بردوام قرار بدهد و الله سبحانه و تعالی گوینده این سخن که خودی بنده هستم و دیگر شنوندگان از برادران و خواهران را عمل کننده به این توحید، تحقیق کننده توحید و ثابت قدم در راه توحید تا آخر نصیبشان بگرداند و به همه من و شما الله سبحانه و تعالی حسن الخاتمه را نصیب بکند. بهترین عملهای ما را عملهای آخرینمان قرار بدهد و بهترین روزهایمان را روزهایی که جمال الله سبحانه و تعالی را میبینیم همون روز باشد. پس به الله سبحانه و تعالی پناه میبریم از شرک، از کفر، از گمراهی، از ردت و از الله سبحانه و تعالی به الله سبحانه و تعالی پناه میبریم از شیطان اللعین الرجیم و از ذریه‌اش و از الله سبحانه و تعالی پناه میبریم به خودی الله که الله خودش ما را حفظ بکند. حیاکم الله و بیاکم و بارک الله فیکم.